پسرم بابا اینجا آب و هواش خوب نیست، نظرت چیه بریم اونور بابا؟ بریم بابا. ای بابا اینجام صفیه که. حالی تا 100 میلیون تومن بادا این بره بازار جانمونی. جوون یه قطره آب به این بچه من بده، خیلی تشنه است. آقا شما هر بار میای قطره آب میخری. خب یه لید بغل خیال خودتو خودم راحت کن. خب پول ندارم دیگه، اگه داشتم میخریدم بابا. خب باشه قطره 100,000 تومن. چه خبره؟ قطره 30 تومن بود تا ماه پیش که بابا جان. بود الان نیست. یکی از کشورها همسایه کم بود آب داره، آب از عید به این ور گرون کردن قاچاق نشه. دستشون درد نکنه، چقدر به فکر ما هستن. راستی این کپسول هوامون هم پر کن بابا، هوا که گرون نشده هنوز. گرون که نه، اما به خاطر مشکلات جهانی و حذف ارز تجریحی و قاچاق هوا به کشورهای همسایه همچین بیفهمی نفهمی یه ذره قیمت بالا رفته. مشکل نی، شما گرون بخری تو کارتتون یارانش رو براتون میریزن.